خب مپ اومد. بریم توش ببینیم چه مدلی شد. چی شد؟ بچه ببخشید شد گوشیمون رفت دفعه یه برنامه دیگه. خب وسط مپه داره لود میشه مپ. ببینیم بچه کجاست. اینه؟ نه این خونه قبلیمه. بذار بچه بهتون نشون بدم خونمو چه زیبایی است. ای بابا او جدید اومده مپ. بله من یه طور دیگه تزدین کردم. خب بچه این استخرش به به چه حالی میده. خب این دیزاینش این از این سکوهای سکو. بریم بالا. ای خب بریم یه شیرجه. خب حالا بریم اون بر خونه رو ببینیم. این بر خونه یه شبیه اس نوشته شده این دقت کنید. بعد اینجا ما قبلا یادم یه خونه کردیم. خیلی باحاله دوست دارم قشنگه. اینجا ورودی ویلاه خیلی باحاله. احساس میکنم آها این نار بالا سنگ گذاشته. چه باحال. خب اول این بر ببینیم این هیچی نداره. چرا خاموش میشه با این روشن چه باحال. بعد اینجا تلویزیون پنبه‌ای داره پشمی داره. چه شبیه پرکام شد. بعد دیزاینشو خوش آمد. تخت خواب زیادی معمولی دوست ندارم. خب این ور ببینیم چیه. خب این ور آشپزخونه. قبلا یادم اومده بودم اینجا پر غذا بود. بعد زوقل اینجا پر غذا اینجا آخ جون به بعد اینجا مثلا بومه یخچاله و مرغ صدا چیه؟ صدا رو کم میکنیم به بازی ادامه میدیم. خب اینجا چه حیات باصفایی. این تو بد اسلایم. خب بریم اینجا دیدیم. واو دشوی خیلی چه حالی میده. خب حالا میایم اینجا. چه بال نمیریزه. بلدم اینا رو بسازم اما هیچ وقت نساختم. نمیدونم چرا. چه باحال. خب اینجا دیگه چیزی نیست. خب بیاید این تو کتابخونه است دیگه. هیچی نداره چیز خاصی. این چیه؟ من که تغییر حس نکرد. اینا احتمالا روشن نبود. آها اوکی روشن شد. اینجا از این جادویی شده. خب
بریم داخل چست ببینیم چیه. خالیه چست. بعد اینجا مبل داره، ریله. آها اینجا از این قطار رو میشینی. خوب بعد من اینجا رو دوست دارم، اینجا خیلی باله. بعد میایم بالا، خیلی قشنگه. من این اتاق رو خیلی دوست دارم. چیه این اتاق من خیلی دوست دارم. وای این تو بچه پره، پر. الان بچه ببینیم من هیچی لباس ندارم. خب اسکرینم بچه پریده. هنگ کرد. دوستان گرامی لطفا یاری کنید. گیر کرد. بود چی کار کنم؟ آها خود دید که لباس نداشتم. الان اینو بپوشم. به الان اومدم لباس. به لباس تنم میکنه. بعد این تو چستا شدم پر بود قبلا. یس پره. و مثلا قبلا من اینجا اتاق خواب کرده بودم. خیلی خوب میشه. من اینجا خیلی دوست دارم. بعد یه بقیه جاها رو دیدم فکر کنم. نه اینجا خیلی قشنگه. اینجا دشویی، سرویس بهداشتی، ویسی. بعد این دکمه حتما داره چراغا رو خاموش روشن میکنه دیگه. اینجا خوابگاه دانشجویانه. اونجا چیه؟ اینجا اتاق کارمه. دوباره مثل همیشه شستاش خالیه. خب چند تا جا رو احساس کردم ندیدم. خب کل این ویلا همینو فقط داشت. حوصله ندارم برم پایین. این ویلا با این اندازه فقط همینقدر چیز داشت. اتاق نداشت، جای تفریحی نداره. پیشنهاد نمی کنم. خدافظ.